با سلام دوباره با قسمت 11 آموزش خط و زبان فارسی از سری دوم این مجموعه که با همکاری رادیو تاجیک و دانشگاه فردوسی مشهد برای شما عزیزان ساخته شده در خدمتتون هستم. خب به روال قسمت‌های قبل من چند سری واژه برای شما نوشتم و 2 جمله با حرف‌هایی که یاد گرفتیم. شما سعی می‌کنید اونها رو بنویسید و در وسط ویدیو دوباره با همون روش قبلمون املاش رو تمرین می‌کنیم. من در ابتدا این واژه ها رو برای شما میخونم. واژه اول فارسی، واژه دوم فانوس، سفید، رفت، فردا، برف، کمک، کودک، کت، کوه، امید، پر، پر، آبی و 2 جمله داریم که در انتها با اینها تمرین میکنیم. خب سعی کنید ببینید که چطور میشه اینها رو نوشت. من شروع میکنم به نوشتن. فارسی، فانوس، فانوس، سفید، فی وسط، فی اول و فی آخر هم داریم، رفت، فردا، برف، این فی آخر هست، برف، کمک، کمک، ولی از این علامت ها استفاده نمی کنم. کودک، 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 کت، ببینید فرق او و او در وسط، کودک، کت، کوه، او، امید در اول کلمه، امید، پر، پر. چطور تفاوت این دو رو بفهمیم؟ در جمله مشخص میشه که این پر هست یا پر. آبی. خب حالا 2 تا جمله داریم. من سعی میکنم که براتون بخونم و شما با من هنگامی که میخونم فارسیش رو بنویسید. کت پدرم آبی است. این شکلی میشه، ببینید. کت پدرم آبی است که این علامت ها رو معمولاً در جمله نمیگذاریم. جمله بعدی، کودک لباس سفید پوشید. با من تمرین کنید، بنویسید. کودک لباس سفید پوشید. کودک لباس سفید پوشید. تمرین کنید، جمله بسازید و با فارسی ادامه بدید. در قسمت بعد شما رو میبینم. شاد و سلامت باشید.